إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باز یک صفت منافق این تنبلی در عبادت است. منافقها در عبادت تنبل می باشند. الله میگوید و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. سوره نساء آیه 142. در این آیت الله سبحانه و تعالی سه صفت منافق را بیان میکند که هر یک این را تنها بیان خواهیم کرد. در این آیت یکمین صفت منافق این است که تنبلی. الله میگوید اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، یعنی منافقان هنگامی که برای نماز برمیخیزند سست و به حال به نماز می ایستند. برادران و خواهران، منافقان در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن حضرت نماز می ایستادند، نماز می خواندند همراه او صلی الله علیه و سلم، اما تنبلی میکردند. این تنبلی آنها را دیده الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داد که منافقان با تنبلی و با ناراحتی به نماز می آیند. یعنی آگاه نمود الله صفت منافقان را به پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس اگر این شرح حال منافقان آن زمان بود، پس وای بر حال کسانی که نه نماز میخوانند و نه در نماز تنبلی میکنند. بیایید ما از اهل نماز باشیم، نمازمان را برپا داریم و هیچگاه در نماز تنبلی نکنیم، زیرا اگر ما در نماز تنبلی کردیم این صفتی که الله به ما بیان کرد به ما پیدا می شده است. و هیچگاه تنبلی را به خود راه ندهیم، دائما نماز ما با خشوع باشد، زیرا نماز این راز به الله سبحانه و تعالی است. از الله سبحانه و تعالی بپرسم که از این صفتی که صفت منافقان است هر یک ما را دور گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.